یکی از رسانه‌های گروهی معروف تاجیکستان 20 ساله شد. شرکت مطبوعاتی چرخی گردون که چند هفته‌نامه از جمله دایجست پرس را چاپ می‌کند 20 سال پیش و در زمان اوج جنگ‌های داخلی در تاجیکستان تأسیس شد و حالا هم یکی از بزرگترین رسانه‌های کشور باقی می‌ماند. همکاری ما زرانگیز نوروز شاه با اکبری ستار رئیس این شرکت مطبوعاتی و همزمان رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان صحبت کرد و از او نخست پرسید که چرخی گردون در چگونه شرایط و از کدام حساب تأسیس یافت. از چین بار می آوردیم و با فروش می موندیم در بازارها و بعدا وقتی که من مبلغ معین به دست آوردم گفتم که چون من ژورنالیست هستم باید که یکون کار ژورنالیستی کنم و همین خیل با سرم یک لایحه آمد با نام دایجست پرس، یعنی که هر چیزی که در دنیا چاپ میشه نسبت تاجیکستان، نسبت سابق شوروی، عموما اقتصاد، سیاست، همین چیزا رو ما سال 1994 تأسیس دادیم و بعدا در همین بعضی گویم دایجست پرس روزنامه های زیادی دیگر هم پیدا شد، از جمله چرخی گردون، اویتسینا، آلادین، آنوشیروان، وریمیا دنگی و دیگر بسیار روزنامه های دیگری بودن که پیدا شدن. قسما امروز هستن، قسما نیستن، ولی همون وقت از یک چی باید سرچشمه میگیرید. همون وقت مطبوعات کشور عموما که بی صاحب مونده بود، مطبوعات کشور قریبی که نبود. امروز که به هر حال این لایحه یا میدیا گروه شما یکی از موفق‌ترین میدیا گروه ها در کشور است، بعضی ها میگویند این یعنی خانواده شما یکی از نزدیکاتون چه خدمت در وقتش برای پرزیدنت کشور کرده است و به خاطر همین همین این امکانیت برای شما دست داده که فعالیتتون پیش بره بدون مشکل. شاید من در این موضوع صحبت کردن نمیخواهم، لیکن به هر صورت من احترام دارم نسبت رهبریت کشور که در 40 سالگی سر قدرت آمدن کار آسان هم نبود، لیکن هر چیزی که من امروز دارم یگون چی با اون واقعایی که نقل میکنند ارتباط ندارد، زیرا که در همون وقت مثلا من میتوانستم از همون واقعا استفاده کرده صاحب یگون وظیفه دولتی یا که دیگر شدم، لیکن این چیز من هیچ وقت استفاده هم نکردم. این چی واقعا استفاده کردم کامپشن؟ من بهترش که خود پرزیدنت در این مسئله بسیار گفتن، در اونجا خدمت من قریبی که نیست، من یک شاهدی اول بودم تمام، لیکن این با اون کارهایی که من میکنم یگان ارتباط ندارد. اکبری ستار رئیس شرکت مطبوعاتی چرخی گردون با همکاری ما در دوشنبه زرانگیز نوروز شاه صحبت میکرد.